خرید بازیکن بزرگ، شروع چمپیونز لیگ، این داستان، عصبانیت هوادارا. چی اینجا آقا اینو برداریم؟ سلام داداش، خوبی؟ سلام چطوری آقا؟ سلام داداش، خوبی؟ مخلصم. آره داداش، همه منتظر مهدی خان بیادش. آره بابا 10 روز شد. 10 روز ویدیو بندقات جهت نداشته. حالا ولش کن، حالا بیخیالش. آقا کجای کاری؟ کلی از اسپانسر پول گرفته زده به جیب من و تو میگه ندارم. کلی پول جمع کرده یارو، ولی قازم فردا بخواد بذاره کنار رو بره اون طرف آقا اشغالشو بکنه. چی داری میگه واسه خودت؟ بابا راست میگه دیگه، چیو ولش کن. 10 روز ویدیو جدید نداشته. خبری از نمیدونم رونالدو و مسی و کریم بنزما بازیکن بزرگ الان تو 2 تا ویدیو داره میگه هیچ خبری نشد آقا. هیچ خبری نی، من میدونم. پیجاشون از اون طرف دارن میدونن که نمیدونم بودجه نداریم، نمیدونم فلان بیساره. این همه داداش پول گرفته. الان قهرمان نمیدونم چی شدیم، جام حذفی شدیم دیگه. این همه بهش پول دادن، کی میگه پول نداریم بابا؟ نشسته پاشو گذاشتی رو پاش. آقا الان ما باید جمع بشیم و هم دیگه اعتراض بکنیم، بهش نشون بدیم که هوادارا قدرت اینو دارن که باشگاه رو تغییر بدن. قبول داری یا نه؟ آره داداش، قبول داری. آقا الان با هم دیگه جلوی همین باشگاه دستمون میدیم به دست هم. بهتون میگم چطوری دستمون رو میدیم به دست هم. دست رو بده من آقا. دست شما دست رو بده. همینجوری وای میسیم. گوش کن یه لحظه. همینجوری وای میسیم، نمیذاریم کسی بره بیرون، نمیذاریم کسی بیاد تو. همینجا وای میسیم ببینیم مهدی خان بالاخره چیکار میکنه. قسمت جدید چی شدش؟ حمایت کن. بابا این آهنگای قدیمی چرا اینجوری شروع؟ چه خبره اینجا؟ ما زنگ میزنیم مهدی خان، ما اینجا خوب شد صداقای خودمون رو در نیاوردیم. کجا حالا لباس سبزه تنم نیستش. لباس سبزه تنم بود منو میشناختن. کدوم خریداره اون زنگ میزنه؟ این بابا برداره دیگه. این احمقو بگم بشه عینک منو برداشته برده تو کوری، چرا عینک منو برمی‌داری؟ الو سلام مهدی خان، خوبی چطوری؟ سلام علیکم، بفرما. آقا به خدا من زود اومدم اینجا، خوب شد لو نرفتیم. هوادارا ریختن جلوی در باشگاه، نمیدونن کسی بیاد تو. من الان رفتم جولشون، لباس سبز من نپوشیدم، حالا منو میشناختم مگر نه؟ هوادارا؟ من الان تو باشگاه مردی که چرا دیگه کردی تو؟ هوادارا ریختن کو؟ بذار ببینم اینا. من خودمو سامونه نخوردیم، میاد تو رو خدا یه جوری جمعش کن دیگه. این بگی حالا یه قسمتی رو بذار دیگه، بذار بگی تمامش بره. او وضعیت ریدمانه. ببین خود تو رو شناختن یا نه؟ خب وایسا بعد یه جوری جمعش کنم. حق دارن هوادارا حق دارن. بعد یه جوری جمعش کنم. اومدم تو دیگه بیا بالا دیگه. اومدم تو آقا. نه نمیتونم بیام، میگم نمیتونم بیام. یه خود یه جوری جمعشون کنم مزاحم میشه. هیچ ولش کن. اینا که منو بردا بیار بیشور. خداحافظ. خداحافظ. وای سلام علیکم آقا. هوادارا سلام علیکم. مخلص همگی. آقا چی شده باز هرزا کردین؟ بده من عینک الاغ. نفهمه بیشون. آقا این چه وضعه؟ هواداری علی گل. دقت کنید دوستان. میدونم 10 روز که بعد آغاز مخلص. اما این فصل بدیه. این باشگاهی که شما دارین میبینین در راه لباسش رفته، اسپانسر جدید نداریم، الان کل پول تیم 8 میلیون ناقابل در خدمت خود هواداراست. پولی هم ما نگرفتیم. درست میگی شما، درست میگی. ما باید اعتماد سازی بکنیم. من به شما قول میدم جلوی همین دوربین که دستتونه، اولین روز نقل و انتقالات من میرم برای خرید یک بازیکن بزرگ از بین مسی و رونالدو و کریم بنزما. اینو بهتون قول میدم و یکیشون رو میگیرم. هر جور شده به هر قیمتی. حتی شده آره. اعتماد کنید به من. قبول دارین؟ اعتماد میکنید به من. تیم رو در میارم. پشت من باشین. بریم تیمو در بیاریم. مخلص همگی بریم. اما مهدی خان هر جوری که شده باید در اول فصل اعتماد هوادارا رو جلب میکرد. پس رفت توی قسمت مذاکرات و همه بازیکن‌های آکادمی خودش رو فروخت تا بودجه لازمو به دست بیاره. اما هر جوری شده بودش تونستش بودجه رو تامین کنه به 19 میلیون برسونه. آره همینه. پس رفت برای خرید رونالدو و مسی. همه چی به این لحظه موعود بستگی داشت. تو رو قرآن مسی قبول کرده باشه. نه بابا چی میگی تو؟ میخوام برم. من اینجوری تیم بازیکن نداره. میخوام برم. بابا پدر سوختا بیاین این بازیکنایی که بهتون فروختیم بردارین جمع کنین ببرین دیگه. تیمو جا گرفتم و کسی نمیتونیم بخریم. پس برای اینکه جلوی هوادارا شرمنده نشه سریعا اومد یه بازیکن بزرگ دیگه رو می‌خرید. دنبال رونالدو میگشت تا رونالدو رو پیدا کنه، اما خبر نداشت که رونالدو خداحافظی کرده. رونالدو هست یا حضرت عباس. وای درخواست قرض 1 ساله رونالدو رو قبول کن. و باز هم صحنه حساس.
وای اومد رونالدو میاد در اون تیم. 11 میلیون خواسته همین الان تقدیمت میکنم. کریستیانو رونالدو به تیم بلغازی و ندین لحظه با شکوه رو ثبت کنید در تاریخ بلغاز. بله حالا سوپرکاپ انگلستان لیورپول بلغاز، اما قبلش کریستیانو رونالدو وارد تیم بلغاز میشه و خوش آمد دیگه مهدی خان. بفرمایید نشیدید. بفرما آقا بفرما. رونالدو به تیم بلغاز میبنده میگه میخوام سطح رو به بالاترین جای ممکن برسونم بلغاز رو. حالا مهدی خان خوشحال بود که تونسته بود اعتماد هوادارا رو اول فصل جلب کنه. کریستیانو رونالدو به هم تیمی‌های جدیدش میبنده. رونالدو بعد پیوستن به بلغاز گفت من واقعا از عضویت در این تیم هیجان زدم، نمیتونم تا اولین بازی صبر کنم و مهدی خان که مشاهدهش میکنید 163 کا فالوور داشته باشین. آقای رضا درخانی شهروندان هم شماره 7 بعد بدین رونالدو. پس رونالدو رو بدون معطلی گذاشت توی ترکیب و کاپیتانیو به او داد و اونو نوک قرار داد و ترکیب بلغاز چیده شد و اوورال تیم بلغاز به 94 میرسه. اگه لایک های این ویدیو به 3000 تا برسه توی نیم فصل به احتمال 100% من مسیو میخرم، ولی باید لایک های این ویدیو به 3000 تا برسه. اگه به 3000 تا برسه معلومه که مسیو میخوایم. حالا سال 3 بلاتور سوپرکاپ انگلستان لیورپول در مقابل بلغاز با کریستیانو رونالدو. وای حالا کریستیانو رونالدو به کمک بلغاز اومده بود با کاپیتانی او تا بلغاز اولین جام خودشو به دست بیاره. بله حالا بازی شروع میشه و بلغاز از همون اول با کریستیانو رونالدو بالا میکشه. بلغازی که اول به لیونل مسی درخواست داده بود و لیونل مسی که نیومده بود، بلغاز یک ساله با کریستیانو رونالدو میبنده. سعید عزت‌اللهی میره سراغ بازیکن‌های حریف و بعد کاملا پوشش بدیم. وریا غفوری که یه مقدار افت کرده به خاطر سن بالاش، چیزی دفاع داره ضعیف‌تر میشه، باید حواسمون باشه. حضرت عباس یا اول بس بزن این دیگه. رونالدو بزن شوتر رو تو درموزه. آره همه چهره اومده چمپیونز لیگ رو بگیره با کریستیانو رونالدو در اولین بازیش دقیقه 29 گل رو زد. بلغاز از همین اول فصل اومده برای درو کردن تیم‌های حریف. احتمال حضور لیونل مسی در نیم فصل به شدت زیاد در کنار کریستیانو رونالدو ایدل‌ها اگر بتونه قبول بکنه شرایط ما رو و بیاد تو ترکیب، یک رونالدو و مسی رو در نیم فصل خواهیم داشت. اتقان هر جوری شده میخواد هزینه بکنه، هر جوری شده میخواد قهرمانی چمپیونز لیگ رو به دست بیاره. آخ نرو یا اول فصل کنانی زادگان. نیمه اول یکیش به نفع بلغاز. با چی دادیم به این غاز ما؟ چرا انقدر چاق شد اینجا؟ از اونجایی که نادری خسته شده بود به جای دفاع چم جوانمون بیرون میره و مهدی طور به جای رضا دهخانی وارد زمین میشه. کریستیانو رونالدو مادر شروع میکنه نیمه دوم رو بعد جنگنده تر از نیمه اول آغاز بکنیم تا اجازه این نفس کشیدن به حریف رو ندیم. مهدی طور توپ رو گرفته به سمت چم میرسونه، رفتیم واسه سانت کردن، سانت روی دروازه، رونالدو میزنه یا نه؟ حمله زادگان دعوا زد، سامون قدوس توپ گرفته، حالا اونجا اللهی رو سعید منش بعد راه بندازن بازیکنای ما. الله یار سیاد منش چه پچو میزنه خدا. اینو بتونه نفت بودم هوادار گل، ولی مهرداد محمدی رو مجبور شدیم که 2 میلیون خورده به سپاهان بفروشیم، مجبور بودیم. رونالدو به سمت راست میرسونه، سامان قدوس سرعت بدی نداره اونجا، سامان الله یار رونالدو بعد راه بندازه اونجا، زاهدی ترابی رونالدو الله یار سعید منش از همونجا کاتو میده. الله یار تمامه. بلغاز ما کاپ لیگ رو شروع میکنه. گفتم اعتمادتون رو جلب میکنم هوادارا که اومده بودین اعتراض کرده بودین، گفتم میپذیرم اعتراض رو، ولی اعتمادتون رو جلب میکنم با رونالدو و این کاپ تقدیم به شما. اعتمادتون رو جلب کردم. من انداز بالا تازه اول فصل، اینجام چیزی نیستش واسه ما، بریم واسه جام بعدی. رمان شما این کاپیه که بلغاز و مهدی خان رونالدو تقدیم به هواداران گل این تیم میکنه. معذرت میخوام که این چند روز غیبت داشتیم، ولی این کاپ تقدیم به شما. بله مهدی خان ببخشید با باز این اومد. خب ها ما 5 تا از بازیکنامون که بهتون گفته بودم اینا نیم فصل میگیرن میرن و باید باشون تمرین کنیم. الله یار و زاهدی و اینا همه هستن. اگه میخواد کسی بری سر کم چک کنم یه از خفه شو. اوه سعید منش 2023 سامان قدوس 2023. آره دقیقاً. اوه چقدر 2023 داریم، راست داریم میگه. غفوری هم هست. نه همون دارم میگم. بعد نیم فصل حواسمون باشه باشون تمرین کنیم. یادم بنداز استادیاب. قربان شما. خدا نگهدار. هفته اول بلغاز ناتینگهام فارست ساعت 2 بعد در ورزشگاه بلغاز. شما کریستیانو رونالدو رو دارین، بهترین بازیکن تیم. بعدش الله یار. از الله یار و رونالدو میخوام تا با هم دیگه بتونن یک زوج رونالدو و مسی واری رو شکل بدن. ازتون میخوام تا در اولین بازی به بهترین شکل بازی کنین که بتونین 3 امتیاز اولو واسه ما به دست بیارین و اعتماد هوادارا رو جلب کنین. کریستیانو رونالدو بعد اولین بازی خودش تو لیگ مقابل هوادارهای بلغاز انجام میداد، اما سختی کار اینجا بود. هر جور شده با 3 امتیاز رو میگرفتن.
بعد شروع میشه توسط کریستیانو رونالدو. رو لب خط راه میازه احسان حسینی سامان آقا دو سرعت بدی نداره میتونه جلوتر برسونه اونجا زاهدی به وسط‌تر عزت اللهی دهقانی الله یار به کار واسه رونالدو الله یار واسه بلند پشت هم کریستیانو رونالدو نفوذ میکنه توی عمق دفاع حریف کریستیانو رونالدو الله یار پاس رو میده حرکت میکنه الله یار صد منش پشت هم الله یار شوتر رو بزن اوه 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 رف نه حالا بیا جلو بزنینش. از اونجایی که انرژی و تمرکز تیم کم شده بود اخباری شروع کرد به حرفای تکراری خودش. تمام کار گفتم بهتون. اما برد فقط برای بلاغاز کافیه و مساوی به دردمون نمیخوره. مساوی چرا باید بکنیم اول مازی و با سمت خان در حالی از ابهام فرو میرم. بفرمایید چی نشده اومد لواندوفسکی بلاغاز به 8 جدول رسیده و متاسفانه اولین بازیش رو اتلتیکو مادرید داره توی چمپیونز لیگ همونطوری که مشاهده میکنید و توی گروه بشیکتاش المپیک مارسی و اتلتیکو قرار گرفته. بازی بعدی ساوثهامپتون بلاغاز الله یار گفته ما از خود راضی نیستیم و امروز قطعا برنده میشیم. از اونجایی که خلیلزاده کاملا بی‌انگیزه بود و افت کرده بود اوورالش توی ترکیب فیکس جان نداشت اما هوادارا کاملا ناراضی بودن و مزخان باید این بازی رو با برد پشت سر میذاشت. الله یار سعیمانش رونالدو رو راه میندازه حرف متیخان به کرسی مینشینه یا نه. رضا دهخانی توپ رو گرفته اونجا نادری حرکت میکنه رفت واسه سان کردن روی سر الله یار شوتر رو میزنه چقدر بد واسه بلند علیپور پشت همه مدافعین پاس منوال عالی اگه علیپور برسه عالیه یک سر توپ از علیپور نبرش بیرون دیگه. اما این سری مشکل تیم قرار شدن بود و تیم مغرور شده بود. برو علیپور سرعت بالایی داره آقای علیپور سانتر رو میکشه کریستیانو رونالدو نرسیدش. رونالدو یا الله یار باید حرکت بکنن رو به داخل الله یار صد میشه اونجا کاتر رو میده به توپ بیرون پاس برای الله یار کشیده میشه اونجا اما الله یار نمیتونه اونجا ضربه‌ای به توپ بزنه توپ سریع میاد رو به بالا و بازیکن‌ها دفعش میکنن. رونالدو علیپور میخواد راه بندازه اونجا علیپور توپ رو همچنان نگرش به کریستیانو رونالدو میرسونه رونالدو اشتباه کردش. وای چرا بازم مصطفی جلسه جواب نداده بود و تیم در وضعیت بدی قرار داشت. 12ام بلاغاز باید 12ام بشه. یادم میخوام بفروشم من چرا نمیرین شما بیرون. 3 روز بیشتر به چمپیونز لیگ نمونده بود و متیخان واقعا نمیدونست باید چیکار کنه. تصمیم گرفت به کسی زنگ بزنه که قبلا دشمنش بود اما میتونست بهش کمک زیادی بکنه. انا سلام گواردیولا از کوچه بوده بهش. سلام آقای گواردیولا وقت شما بخیر خوبی آقا چطوری؟ های متیخان آقا تیم ما به وضعیت بدی برخورده. حالا الان که شما اصلا تو جزء 10 تا و 14 تای اولم نیستی من کاری ندارم. یس آقا یک ویدیو واسه من بفرست ترکیب و آنالیز بکن ببین که کجاش مشکل داره. یه ویدیو از خودت واسه من بفرست ببین که کجا باید درست بکنم. یس شجاع خلیلزاده بک یس هزینه شما هم محفوظه قربونت برم به کسی هم نگو محرمانه بگونه توی اخبار پخشنج خورلانگتا. شجاع خلیلزاده گواردیولا به من گفتش که رونالدو رو نوک بذار و به هیچ وجه چپ و راستش نکن و دفاع رو یه دونه بیشتر کن چون بازیکنای دفاعی سنشون رفته بالا و وضعیت بدی واسط گرفتار شده. اما از اون طرف 2 تا سی ام اف بذار یعنی اینجوری تقریبا حالا نزنه این نفوذی باشه بخواد ما رو به در سر بندازه. چیزی که گفت میشه اینجوری. حالا من نمیدونم دقیقاً جواب میده یا نه ولی بریم. حالا ترکیب بلاغازی که با متیخان و گواردیولا چیده شده بود باید اولین بازی اف ای کاپشو انجام میداد و اگه میباخت برای همیشه از اف ای کاپ امسال حذف میشد. ببین این احمق گواردیولا گفتش که از جلو پرس کنین ولی نکشین عقب. چیز عجیبی اصلا گفته. یو اول پس بزن الله یار دیگه شوتر رو بزنش با چه خطایی. کریستیانو رونالدو اونجا صاحب توپ میشه یه دونه چرخ میزنه رونالدو میاره جلوتر حالا شوتر رونالدو توی دروازه. ایوال گواردیولا عقلش رسید. البته خودم میدونستم خودم این سر بلد بود فقط خودش از تو مشورت بگیره که حالا دمتم گرم آدم. الو آقای گواردیولا قربونت داداش تو الان ترکیب جواب داده ترکیب هریو چجوری داری آنالیز میکنی؟ هیچ غلطی نمیتونم بکنم یعنی دفاع چپ و راست و وسط عزت اللهی گرفتم. این گفت چپ و راست رو عوض کن عزت اللهی داداش عزت اللهی بیاد اینجا ریده میشه حرفش گوه خورده این یکی رو دیگه نمیذاره. اینه کنانی زادگان قندیپور توپ بهش رسید اونجا قندیپور به جلوتر حالا سان ارسال میشه روی تیر کریستیانو رونالدو توپ بهش میرسه اونجا الله یار میخواد راه بندازه پشت همه الله یار سیاد منش توپگیری میتونه بکنه اونجا از بازیکن حریف. الله یار رونالدو راه بندازه الله یار رونالدو شوتش و گل بعدی.
کریستیانو رونالدو اللهیار رو راه میندازه اونجا، اللهیار رو سعی می‌کنه یه دونه دریبل بزنه، یه دونه پا عوض می‌کنه، اللهیار یه دونه دریبل قشنگ زدن اللهیار رو. تمام بازی رو برد بگیر زمین داره و میره مرحله بعدی اف ای کاپ انگلستان. با بهترین بازیکن زمین یعنی کریستیانو رونالدو. گواردیولا هم ترکیبش جواب بودا، دستش در نکنه حالا. مرحله بعدی ولغاز منچستر یونایتد و اما اولین بازی چمپیونز لیگ اتلتیکو ولغاز. حالا وقتی چیزی بود متخان همراه با کریستیانو رونالدو توی کنفرانس مطبوعاتی حضور پیدا کنن و به سوال اینکه اعتقاد همه این که شما به راحتی از گروه صعود میکنید و چشم انداز خودتون چیه جواب میدادن. آقای رونالدو چی بگیم؟ هرچی شما بگید دیگه. کاپیتان تیم بفرما شما. ای خدا مهدی خان نشسته رونالدو حرف نمیزنه کنارش. زنگو چقدر رو حساب میبره از این. در ورزشگاه ولغاز رویا به واقعیت تبدیل شده. ساعت 9 شب هوادارا اومدیم. در اولین بازی چمپیونز لیگ اینقدر انگیزه بازیکن‌ها بالا بود که اوورال تیم به 95 رسیده بود. وای کی فکرشو میکرد ولغاز و رونالدو بیادش توی زمین خودش اتلتیکو رو بیاره توی مازندران تو چمپیونز لیگ بازی بکنه. خوش اومدید ورزشگاه ما. هوادارا صداتون رو نمیشنوم بیشتر. هوادارا بیشتر. تو زمین ما اول باید ما رو نشون بدی. صبر کن. آقای انتظاری حراست گوشی بده بهش. فیلم بردار کثافت بازی بعد ورزشگاه راش نمیدی. هر خری میخواد باشه. بله حالا بازی شروع میشه. اولین چمپیونز لیگ ولغاز در کنار کریستیانو رونالدو اللهیار و بقیه اساتید. بازیکن اومده همراه با ولغاز، اللهیار و کریستیانو رونالدو در این تیم تا بترکونه اتلتیکو رو بار دیگه. رونالدو ایدنها همچنان توپ نگراشته. حالا شوتو میزنه. رونالدو تیر دوه. برسه به رونالدو کارتون تمومه. توی دروازه گل به خودی دقیقه 7 بود دروازه اتلتیکو مادرید باز شد روی استرسی که توسط هواداری ولغاز حکم فرما شده بود روی اینا. آلوارو موراتا خطرناک میتونه باشه. میرم توی پاش احسان حسینی خلیل زاده. آلوارو موراتا یه دونه سر توپ خطرناک گل خوردی. یک بر یک میشه در این نوآوری. عزت الله کریستیانو رونالدو پاس رو میده اونجا. رونالدو به علیپور سمت راست رو راه میندازه. قفوری زمینی به رونالدو میرسه یا نه؟ علیپور راه میندازیم پشت همه اونجا. علیپور سانتر میتونه بکشه. حالا در میسر دفاع ولغاز ضعیف شده بود و جز شجاع خلیل زاده بقیه خوب کار نمی‌کردن. فقط موراتا رو نگهدار. بکش. اولین بازیمون تو زمین خودمون باختیم. ولغاز سوم. مهدی که توی اولین بازی چمپیونز لیگش باخت و تجربه کرده بود و بعد مقابل لستر سیتی بازی می‌کرد که صدر جدوله. واسه بودن پشت هم علیپور راه انداختن اونجا. علیپور میتونه سانتر انجام بده. علیپور داره چی کار میکنه اونجا؟ رونالدو برو. رونالدو اصلا دارم میگم به کی پاس بده اون داره به کی پاس میده. نادری برو. نادر برو. ماشاءالله آقا نادر یه سر تو دوباره به همون سمت میبره. سانتر رو میکشه. لب خط میارن بازیکنان لستر سیتی که صدر جدول به دست خود اختصاص دادن. سانتر بلند بازیکنان ما. تموم کار. جیمی واری به سمت راست اومده تا مهدی خان گمراه بکنه اما نمیدونه که چجوری میخواد توپشو بگیره. زاهدی راه میندازه پشت همه. کریستیانو رونالدو تیر دوم و توی دروازه کامبک ولغاز دقیقه 90 بازی. گفتم بهتون ولغاز داره ترکیب سابقش رو میچینه. حواستون رو جمع کنین. حواستون رو جمع نکردین و گل خوردین. حفظ کنین گلو. زده همه میزنن روی دروازه ما. چند دقیقه بیشتر برق نمونده. نادری تو برگرفته دفعش میکنیم و برد به ارمغان میاد. اولین برد با درخشش آقای زاهدی و حالا ولغاز به پنجم جدول میرسه. بشکتاش و ولغاز چمپیونز لیگ. آقا من بازی قبل رو رد کردم. خودشون رفتن 2-0 بردن و الان دومیم. به این چیزا من کاری ندارم. به این کار ندارم که اصلا لیگ ماست. حالا باید با بشکتاش بازی بکنیم که توی چمپیونز لیگ دومه و اولی بازیشو با برد پشت سر گذاشته و مهدی خان باز رو تصمیم گرفت که به ترکیب اولیه ولغاز یعنی ترکیب قدیم برگرده. بابا بزن لباس دومونو برداریم. من لباس دومونو بردارم. خب شما هم مشکی دارین که حالا وقت رسیده بود که ولغاز اولین برد چمپیونز لیگ خودشو به دست بیاره. بازی شروع میشه. بعد کریستیانو رونالدو و بازیکنان ما به سمت برد حرکت میکنن. سعید عزت الله توپ رو میره اونجا. علیپور به سعید منش میرسونه. اللهیار رو سعید من شماره 10 به شماره 7. کریستیانو رونالدو توپ گرفته. پاس رو میده حرکت میکنه. رونالدو شوتو باید بزنه در بیاره. لب خط میرسونه اونجا. علیپور به وسط. سعید عزت الله حرکتشو انجام داده. اللهیار رو دست خودش داره. رونالدو هم داره حرکت میکنه اونجا. کریستیانو رونالدو میندازه جلوتر. شوتشو میزنه رونالدو بیرون. رو به سمت راست یعنی رضا خانی میرسونه. بیرون رضا خانی به اللهیار سعید منش میتونه برسونه توپ رو. اللهیار شوتو بزن. بازم گرفت. پاس به کریستیانو رونالدو پشت همه مدافعین. کسی هم نیومده برای گرفتن. شیر دوم هستن بازیکنای ما. رونالدو به وسط‌تر
زاهدی سمت راست رو میندازه اونجا. رضا دهقانی ضد حمله خطرناکی هستش روی دروازه اونا. رونالدو میزنه شوتر رو یا نه؟ رونالدو نگرش دار. به چرخ رونالدو ماسره بده. زاهدی کاسی میخوام ازت. خدا رونالدو برو. ماشاءالله کریستیانو رونالدو باید بیاد. زاهدی به کمک رونالدو زاهدی بزن. زاهدی هانا بارکلا دقیقه از شنفت تو بازی. تمام. اولین برد بلغاز در چمپیونز لیگ با کریستیانو رونالدو و سویش آقای زاهدی به دست میاد. حالا بلغاز به دوم جدول میرسه و اتلتیکو مادرید آخر جدول. حالا اورتون بلغاز که دوم جدول باید با اورتون بازی کنه که پنجمه، اما در کنار اون بازی بعدی اف ای کاپ با منچستر یونایتد و بعدش با المپیک مارسی. شاید قندیپور رو بفروشم که یک بازیکن آزاد بشه، بتونم نیم فصل یه بازیکن دیگه بگیرم. شاید نیم فصل بعد کاملا دفاع رو تقویت کنیم. نیم فصل کاملا دفاع. الان هجومیمون بد نیست ولی دفاعمون افتضاحه. همه بازیکنامون خستن. به احتمال مسئولیت شجاع و حسین کنارگان زیاده. برای همین ما باید یکی از اینا رو استراحت بدیم. از شجاع رو استراحت میدم. بعد با این ترکیب که خبری از الله یار تو ترکیب فیکس نبود به دیدار کالورت لوین و دوستان میرفتیم. بله بازی شروع میشه در مقابل کالورت لوین و اورتون. کالورت لوین که تونسته قبلا دروازه بلغاز رو پایین بریزه و دروازه رو باز کنه. بار دیگه میخواد همین کاریو انجام بده. برون پدرت. وای برون پدرت. کالورت این بار دیگه صاحب توپ شده. پشت همه راه میندازه اونجا. نادرشاه هست واسه بسیار بلند پشت همه سامان قدوس حرکتش رو انجام داده اونجا لو. بعد توپ رو بگیره هر جوری که شد از بازیکنان حریف. نیمه اول تموم میشه و مهدی خان باز دوباره نتونست جلوی کالورت لوینو بگیره. بیا جلو. اخباری. حالا وقتش چیزه بود که الله رو سیر منش بیاد تو. دهقانی میکاره واسه سامان قدوس شوتر رو میزنه. بزنه تو خواهش میکنم ازت. ای بابا اون رفت. بد باختی. ریدی. مهدی خان حیا کن ولی غزور رها کن. مهدی خان حیا کن ولی غزور رها کن. چهارم جدول من سیتی پدرسگ گواردیولا 100 رفته. بابا جمع کن دیگه. همه بازی‌های قوی پشت سرم انداختی. اف ای کاپ ساعت 7 شب در ورزشگاه پدرسگ من یونایتد. اما خبر خوش واسه مهدی خان این بود که همه بازیکن‌ها سر حال آماده بودن و خبر بعد این بود که سعید عطی‌الله یک هفته مصدوم بود. هوادارایی که شعار مهدی خان حیا کن هوادار رو رها کن داده بودن در این دیدار مهدی خان رو همراهی نمی‌کردن و مهدی خان تک و تنها باید حتما این بازیو می‌برد. حاضر باز می‌کنم به سمت مهدی ترابی با سریعا زد حمله رو بزنه رو به جلو که الانگا یا حالا فرد بهش نرسن. بده وسط. ریدی. ماشاءالله شجاع. به خدا شجاع نباشه اصلا نمیشه بازی کرد. علی پور حرکتش نمیرسه توپ بهش. برونو فرناندز نقشه‌های شومیو در سر داره. دفاع داره خالی میشه اونجا. وای شجاع خریداده عشق به خدا. اصلا اون احمق گفته شجاع رو از اینجا وردار. یا حضرت رونالدو توی دروازه. بلغاز نمیخواد حذف بشه. نمیخواد که اعتماد هوادارشو از دست بده برای همیشه. از اونجایی که اگه بلغاز این بازیو میباخت حذف میشد باید هر جور شده بازیو میبرد. وای علیپور رو زدن. داور خطایی نمیگیره متاسفانه. پشت همه ارسال شده اونجا. نباید بیایم جلو. خطرناکه اگه ارسال بشه. نباید بذاریم این اتفاق بیفته. اخباری به کریستیانو رونالدو بعد میرسون که نتونستش. رونالدو به دنبال توپ رو گرفت. کریستیانو رونالدو به وسط‌تر میرسونه. اونجا بازیکنای ما حرکتشون انجام شده. خطا رو نگرفت. کریستیانو رونالدو زاهدی اونجا راه میندازه. شهاب زاهدی قندیپور اونجا راه میندازه. سرعت قندیپور بالا. نزدنش. قندیپور میده پاسو یا نه؟ بزنیم بارکلا. دقیقه 90 بازی گل سالمه. بازی در حال اتمامه. کریستیانو رونالدو توپ رو داد. تمومه. حذف من یونایتد همین چهره توسط کریستیانو رونالدو با دوستان و اساتید بلغازی. حالا بلغاز به بالاتر میاد و به برنتفورد میخوره و حالا چمپیونز لیگ المپیک مارسی بلغاز. وای بازی‌ها خیلی سخته. اگر که ما بتونیم المپیک مارسی رو بریم به احتمال بسیار زیاد یا میریم دوم یا میریم اول. بلغاز برای به حقیقت پیوستن آرزوش یعنی قهرمانی چمپیونز لیگ هر جور شده باید بازی‌ها رو بدون باخت پشت سر میذاشت. بله شروع میشه. شهاب زاهدی و کریستیانو رونالدو زوج جدید بلغاز کار خود را شروع میکنه. الله یار راه میاد. کریستیانو رونالدو رو پشت همه. رونالدو استومش میکنه. حالا تیر دوم دروازه باز شد. دقیقه 4.
ببین زوج اللهیار و زاهدی و رونالدو یک زوج فرازمینی ان. من بهتون حالا در ادامه خواهم گفت. رونالدو ضربه سر اول به زاهدی میزنه، زاهدی اللهیار رو راه میندازه اونجا، اللهیار به رونالدو، رونالدو اللهیار میخواد راه بندازه که زدنش. رفتم واسه سانت کردم، میتونه خطرناک باشه اگر که حواسمون بهشون نباشه. دفش کن. نادر چه افشار جلو اسماعیلو بگیر تو به شما نادر چا خطرناکه. آها اللهیار رو سید منش، رونالدو راش میندازه، اللهیار به صورت زبدری، اللهیار حرکتش قشنگ، رونالدو رو بعد راه بندازه، اللهیار زاهدی حالا شوتو بزنین. شاب زاهدی سمت راست کاملا خالیه، بعد بره مهدی ترابی صورتشو نشون بده به بازیکنای حریف. مهدی ترابی کورنر رو میگیره، بزن. آروم 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 آروم، ریز بکش. حالا زاهدی، وای خدا. اللهیار رو عقب‌تر، خود اللهیار رو بعد راه بندازیم اونجا، اللهیار تکسر پاسکاری میکنه، اللهیار رو دوباره راه میندازیم رو به جلو، اللهیار سرعت بالایی داره، رونالدو رو راه میندازه اگه برسه. ای بابا صبحم خورده حاجی، صبحم خورده. ما چرا انقدر دفاعمون ضعیف باشه که من همه رو مجبور بشم بچپونم تو دفاع، جلو هیچ کس نداشته باشه. حاجی ما تفاضل گلمون کمتر از ایناست، کمتر از اونم که مارسی. بعد چجوری بالاییم؟ خدا رو شکرت فرصت داریم تو صدر جدول از من سیتی پس بگیریم. اگر که پس نگیریم قهرمانی و اعتماد بازیکن‌ها زیاد در دست میدیم. پس باید حتما لیورپول رو توی ورزشگاه خودمون ببریم. انگیزه بلاغا توی این بازی بالا بود به خاطر اینکه پشتش به هوادارهای خودشون گرم بود و حلقه اتحادی که برای هواداران شکل میگیره. آها حالا ما دیگه شروع کنیم مقابل لیورپول. این بازی تیم زیاد میخوام ازش بگیرم. برو تییاگو آلکانتارا رو جلومونه، سانتر رو میکشیم پشت همه. حالا دروازه خالی توی دروازه. حالا هواداران خوشحالن و شعار بلغات زلزله متل نکن ولدره رو سر میدن. البته بلدله واسه بودن رو سر کریستیانو رونالدو. رونالدو اشتباه میکنه، توپ لو میره اونجا، هوا بارونی شده در مازن درون دلها و این به نفع بازیکنان بلغاسه. شهاب زاهدی خودش توپگیری اونجا انجام داده، قدوس دلها همچنان توپ رو نگار چم جلوتر میارن. خود زاهدی دوباره رونالدو رو میخواد راه بندازه، آفساید رونالدو نیمه ولی یک برش به نفع بلغاس. اوجی اخباری و نگاه، لباس اخباری و تو نگاه کن، خیس خالیه بنده خدا، خیس خالی. بکش عقب رفتش یارو بابا. کریستیانو رونالدو توپ رو نگار راشه اونجا، قندیپور هم داره حرکت میکنه به سمت جلو، رونالدو پاس رو میده، خود قندیپور داره میره، قندیپور نگار داشت همچنان، قندیپور رو سمت چپ میرسونه، رفتیم واسه سانت کردن، زمینی ها بودن، رونالدو چرا ولش کرد؟ واسه بودن رونالدو پاس رو میرسونه به شهاب زاهدی، شهاب زاهدی پاس رو میده دوباره خود زاهدی، علیپور رو راه میخواد بندازه، علیپور اینو تیک دگای زیبا رو اونجا انجام میده، به وسط‌تر شهاب رونالدو توپ رو گرفته، قندیپور رو بعد راه مینداخت، قندیپور رونالدو راه میندازه، حالا اینجا داشته باش، حالا اینجا رو داشته باش. کریستیانو رونالدو حرکت میکنه توی عمق دفاعی حریف، رونالدو پاس رو میده رو به قندیپور، شهاب زاهدی توی دروازه. گیم اوور داداش، اینجا جهنم بلغازه. وقتی توی این هوا اومدی توی این زمین فاتحه رو بخون. و حالا بلغازه به سوم میرسه و من سیتی دوم. اگه لایک های این ویدیو به 3000 تا برسه توی نیم فصل به احتمال 100% من مسیو میخرم، ولی باید لایک های این ویدیو به 3000 تا برسه. اگه به 3000 تا برسه معلومه که مسیو میخوایم. این داستان ادامه دارد. We'll be right back.